بود نبود، گربه بود. در خانه صاحبش میزیست و موشها را میقبید. گربه پیر شد و ناتوان و تنبل شد. گاه میانش درد میکرد و گاه پایهایش. خیلی فربه شده بود و دویده نمیتوانست. اکنون موشها به حالش میخندیدند. خوردن شیر و قیماق، روغن زرد و جرغات را دوست می داشت. صاحبه خانه به شوهرش شکایت می کرد. از همین گربه چی فایده؟ همه جا پوری موش، کارش فقط خورده خوابیدن. ایرکه کرده ای تو را. به جنگل برای هیزم که رفتی، گربه را هم بر. از این بیکار خوجه بیزار شدم. در جنگل پرتفته بیا. امر داد او به شوهرش. صاحب خانه موی سفید همین دور هم کرد. گربه را به جنگل برد و در همان جا گذاشت و رفت. گربه تنبل باشد در میان علف ها می خوابید و خود به خود غرغر می کرد. اگر سگ می بودم از پای موی سفید دویده به خانه می رفتم. چی علاج؟ من گربه دویده نمی توانم. هر چی باد و باد. السلام علیکم گربه جوان. ناگاه آوازی شنید او. این روباه بود. شمالی کجا پران؟ چی خیل تو به طرف های ما آمده ماندی؟ سلام گفت گربه. وقتی که جوان و چالاک بودم دوستم می داشتند. اکنون پیر شدم و نالازم. غرغر کرد او. آها، فکر کرد روباه. گربه را در جنگل کسی نمی شناسد. از این حادثه باید استفاده برد. روباه گربه را به خانه‌اش برد و گفت تو گربه جان مهمان من، به حضور خوابیده راحت کن. و خودش دویده به جنگل به نزد جانوران رفت. آنها را جمع کرد و گفت به نزد ما سردار نو آمد، حضرت گربه. بدخشم و تیز چنگال، غران چو شیر، ناترس چو اژدها. اگر خواهید که از خشم و غضب او ایمن باشید، هر روز با نوبت به او خوراک‌های بلذت آرید. نباشد گرسنه ماند، جنگل را زیر و زبر می کند. حیوانها ترسیدند و راضی شدند. خرس عسل آورد. حیوان دیگری مرغابی آورد. سومی تخم. سنجاب چهارمغز آورد و خرگوش سبزی. خلاص هر کسی چیزی آورد و در نزد خانه روباه انتظار حضرت گربه ایستادند. گوش کن همسایه، گفت خرس. من همسایه نه، من اکنون سردار شما روباه خانم. جانشینی حضرت گربه همسری او. بدین رسد روباه. حیوانها حیران. یک کس به نوبت درآید، گفت روباه. اما همه می ترسیدند. کسی در آمدن نمی خواست. قرار شد که اول خوک می درآید. وی به نزد آستانه آمد و خورخور کرد. روباه راضی نشد. او بی آداب است.
خور خور می کند. خرس در آمدنی شد. آرام، خود حضرت گربه می آیند، خطاب کرد روباه. گربه به بیرون برآمد، خمیازه کشید و به عسل خوری در آمد. حیوان ها که این همه را از پس بته ها می دیدند، خرس خواست که گربه را خوبتر ببیند. خشی راسی بته ها برآمد و گربه فکر کرد که در آنجا موشی هست و غضبناک شد و به او در افتاد. از این حمله ناگهانی خرس فریاد زد و جانوران به دهشت افتاده راه گریز را پیش گرفتند. این حمله چنان ناگهانی بود که جانوران از ترس از بیشه برآمده رفتند. اکنون یک جنگل کلان با همه داراییش به روباه و گربه ماند. آنها اکنون ساکنان یگانه جنگل بودند.